قسمت سرسره در ناحیه 5 پولی 57 کیلومتر پولی سرحد داریم و در اون اینجا رو است. در اون پروبلم جدی نیست. چطوری که اما ما شما می‌دونید روز 16 سفر کوری دشوری مازن میدن و ناحیه 5 باید همین مسئله رو بعد شروع گرفتن نیروهای ناتو و اروپا و آمریکا و از افغانستان بعضی نمان در اونجا بعضی افغانستان مطمئن شد و بین طالبان بین حکومتان جنگ‌های شدید رفته شده است. قریب که 50% والی و روزماری رو گرفتن و به واسطه در این مسئله که در قسمت ناحیه 5 است پروبلم عموما یگان تیرپرانی یگان گذشتن و عبور کردن از ما چی مشاهده کردن باشد چطوری که می‌بینیم در قسمت ناحیه کوهستانی 5 کیلومتر در قسمت جنگاوران دیگر واسطه رو گذاشتن و اونا جمع آورده و بازپس به وطنشون برگرداندن و اونا مقصد جمع شدن واسطه و اون تانک توپ و دیگر هر هزار ذخیره افسرانی که بود ما جمع آوری کردیم در ناحیه 5 و نشان دادیم که ما امروز آماده هستیم برای وطن برای دیار و برای چی جان خود را فدا کنیم و مردم 5 اهوانا و همه برآمده نشان دادن که ما امروز میتوانیم سرحد خود را محافظت کنیم از دشمن و امروز تیجی آرامی که برای ما شما هست ما تمامتا احترام کنیم و دوست داریم که ما امروز تیجی و از بعضی دولت‌های خارج برمی‌آید که این صلح تاجیکستان با این پیشرفتی که در تاجیکستان است اینا در اونجا بسیار مردم آرزو می‌کنند و سرحد 5 اومد اینجاست واسطه و تانک و توپی که امروز در اینجا آورده شدن همه برای حفظ مرزبان سرحد است و اونا